به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا در حوزه موفقیت در کسب و کار شروع میکنیم. قدرت برنامه ریزی، طرح پرواز. نویسنده برایان تریسی، مترجم یلدا بلارک یا بولارک. تنها دانستن راز کافی نیست. رسیدن به بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن. این کتاب نوبت چاپ اولش در سال 1389 بوده و در تهران توسط نشر کتابسرای بیان چاپ شده. مترجم این کتاب رو تقدیم کرده به همفکر و همراه همیشگیم علی ذوقی. نویسنده کتاب رو تقدیم کرده به دخترش، تقدیم به دختر عزیزم کریستینا، زنی موفق، مادری فداکار و همسری نمونه. تو الهام بخش این کتاب هستی، یک مشاور و هماهنگ کننده ماهر و الگویی مناسب برای همه ما. این کتاب با عنوانی درباره نویسنده و مقدمه راز واقعی موفقیت شروع شده و شامل 12 فصل و نتیجه گیری. ما این کتاب رو طبق معمول از عنوان درباره نویسنده و مقدمه شروع میکنیم، نتیجه گیری رو میخونیم و سپس فصل‌ها رو با من همراه باشید. درباره نویسنده. برایان تریسی یکی از سخنرانان برتر تجاری و نویسنده‌های موفق و مشاور و راهنما در امور ارتقای حرفه‌ای و شخصی است. هر سال 250,000 نفر از درس‌های او درباره موفقیت، رهبری و رسیدن به بهره‌وری، خلاقیت و فروش استفاده می‌کنند. او بیش از 30 کتاب و صدها برنامه شنیداری و ویدئویی دارد. بیشتر آثار او به زبان‌های دیگر ترجمه شده و در 52 کشور جهان مخاطب دارد. او همراه کمپل فراسر کتاب‌های مربیگری پیشرفته، برنامه مربیگری و برنامه تعالی مربیگری را نوشته است. او به بیش از 1000 شرکت و بالغ بر 2 میلیون نفر مشاوره می‌دهد. ایده‌های او کاربردی هستند و سریع به نتیجه می‌رسند. خواننده‌ها و مخاطبان او با تکنیک‌ها و راهکارهایی آشنا می‌شوند که می‌توانند برای رسیدن به نتایج بهتر از آن استفاده کنند. قدرت برنامه‌ریزی. راندا برن در کتاب راز درباره تأثیرات قدرتمند تجسم موفقیت و استفاده از قدرت جاذبه صحبت می‌کند. اما بسیاری از مردم دریافتند که هرچند فکر کردن به خواسته‌هایشان شروع خوبی محسوب می‌شود، اما کافی نیست. برایان تریسی در قدرت برنامه‌ریزی راه‌های واقعی رسیدن به موفقیت را معرفی می‌کند. او با استفاده از استعاره پرواز و یک سفر هوایی به شما کمک می‌کند دستاوردها، خوشبختی و موفقیت خود را برنامه‌ریزی کنید. برایان تریسی خود نیز با استفاده از این اصول از هیچ به اینجا رسیده است. این اصول را به 4 میلیون نفر در 46 کشور آموخته است. افرادی که از فرمول‌های این کتاب استفاده می‌کنند، تغییرات سریع و پایداری را در زندگی خود ایجاد می‌نمایند. خبر خوب این است که موفقیت ربطی به شانس و نیروهای مرموز ندارد. اگر دم هواپیما خوب کار کند، سریعتر حرکت می‌کند. ممکن است بادهای مخالف موجب تأخیر شوند. اما خلبان با مهارت خود بر اساس قوانین فیزیکی به مقصد می‌رسد. موفقیت نیز مانند پرواز است. اگر یاد بگیرید چطور از قوانین و اصول موجود در این کتاب استفاده کنید، پتانسیل خود را به کار انداخته و می‌توانید به هدف برسید. پتانسیل خود را برای موفقیت رها کنید. برایان تریسی در این کتاب نشان می‌دهد که چطور به موفقیت و کامیابی برسیم. تریسی می‌گوید زندگی یک سفر است و در این سفر باید افکار مثبت داشته و دقیقاً بدانیم کجا می‌رویم.
به اهداف و برنامه‌های دقیقی نیاز دارید تا از جایگاه کنونیتان به آینده مطلوب بروید. اصول جهانی و حقایقی همیشه وجود دارد که بارها و بارها افراد موفق آنها را آموخته و به کار گرفته‌اند. تریسی در 12 فصل این کتاب به بررسی آنها می‌پردازد. دقیقاً مشخص کنید که هستید و چه می‌خواهید. یک هدف و مقصد واضح و قابل اندازه‌گیری برگزیده و بر آن تمرکز نمایید. برنامه‌های مفصلی تهیه کنید که موفقیتتان را تضمین نماید. اعتماد به نفس خدشه‌ناپذیری را در خود ایجاد کنید. دقیقاً کارهایی را که برای رسیدن به هدف باید انجام شود توضیح دهید. در مسیر درست حرکت کنید. در برابر شکست‌ها و موانع مقاومت کنید تا به مقصد برسید. من به عنوان خلبان و مربی پرواز می‌دانم که برنامه پرواز برای یک سفر موفقیت‌آمیز بسیار حیاتی است. هیچکس به اندازه دوست من برایان تریسی صلاحیت هدایت شما را به سوی یک آینده خوب ندارد. کتاب جدید او راه دستیابی به موفقیت پایدار و اهداف بلند پروازانه را نشان می‌دهد. از این کتاب راه درست حرکت به سوی آینده را خواهید آموخت. دنیس ویتلی. خب، در راز اصلی موفقیت را در کتاب قدرت برنامه‌ریزی برایان تریسی خواهید یافت. متن بسیار روان است و روشی مرحله به مرحله دارد. دکتر تونی آلساندرا. مقدمه: راز واقعی موفقیت. یک سفر 1000 فرسنگی تنها با یک گام آغاز می شود. کنفوسیوس. ما در عصری فوق‌العاده زندگی می کنیم. هرگز در طول تاریخ رسیدن شمار زیادی از مردم به اهدافشان تا این حد امکان پذیر نبوده است و فرد در صورتی به هدفش می رسید که ماه‌ها و شاید سالها سعی و تلاش می کرد. وظیفه شما این است که در آنچه اقتصاددانان عصر طلایی بشر نامیده‌اند به بهترین نحو مشارکت داشته باشید. در دنیای ما همه می‌خواهند تا حد امکان سریعتر و آسانتر به شادی، سلامتی، اندام مناسب و ثروت برسند. در طول تاریخ و در پاسخ به میل جهان شمول دستیابی سریع به کامروایی، بسیاری افراد و سازمان‌ها راهکارهای فریبنده، تکنیک‌های خاص، استراتژی‌های محرمانه و راز رسیدن با کمترین تلاش به موفقیت و خوشبختی را ارائه دادند. تقریباً هر سال افرادی پیدا می‌شوند که با انتشار کتاب‌هایی مانند راز می‌گویند راه سریع و آسانی برای رسیدن به خوشبختی و پول فراوان وجود دارد. بر اساس مطالب کتاب راز، تنها کاری که باید بکنید این است که افکار مثبت داشته باشید تا بتوانید تمام خوبی‌های مورد انتظارتان را به زندگی خود جذب کنید. این ایده به مذاق افرادی خوش می‌آید که تمایلی به سخت کوشی که لازمه رسیدن به هدف است ندارند. اما راز واقعی موفقیت این است که اصلاً هیچ رازی در بین نیست. تنها اصول جهانی و حقایقی جاودان و همیشگی وجود دارد که در طی تاریخ بارها و بارها کشف شدند. خوشبختی، سلامتی و شادی تصادفی به دست نمی‌آیند، بلکه نتیجه یک طراحی دقیق و حاصل قانون علت و معلول است. بر اساس این قانون در پی هر علتی معلولی وجود دارد و همچنین هر معلولی علت یا عللی دارد. این بدین معناست که اگر کار خاصی را انجام دهید به نتیجه خاصی نیز می‌رسید. در انجیل آمده است هرچه بکارید برداشت خواهید کرد. اسحاق نیوتن نیز می‌نویسد هر عملی یک عکس‌العمل متقابل و برابر دارد. قانون ساده‌ای وجود دارد. اگر همان کارهایی را که افراد موفق انجام می‌دهند بارها و بارها انجام دهید، هیچ مانعی برای رسیدن شما به نتایج مشابه وجود نخواهد داشت. بالعکس، اگر کارهایی را که
افراد موفق انجام می‌دهد دنبال نکنید، هیچ عاملی کمکتان نمی‌کند. موفقیت تصادفی نیست. موفقیت به شانس بستگی ندارد، بلکه به یک طراحی خوب وابسته است. موفقیت مربوط به مسئله علت و معلول است. کشف بزرگ. بزرگترین کشف در تاریخ بشریت، اساس و بنیان مذهب، فلسفه، متافیزیک و روانشناسی این است که اندیشه علت و شرایط معلول است. این بدین معناست که افکار شما واقعیت را می‌سازند. شما دنیا را نه آنگونه که هست، بلکه آنطور که هستید می‌بینید. به هر کجا که نگاه می‌کنید خود را می‌بینید. به عبارت دیگر، دنیای بیرون انعکاسی از دنیای درون شماست. در درون خود به هر چه فکر کنید در دنیای خارج منعکس خواهد شد. اگر بخواهید بدانید در درون یک فرد چه می‌گذرد، کافی است ببینید در دنیای خارج چه اتفاقاتی برایش روی می‌دهد. این قانون مطابقت دنیای بیرون نشان دهنده دنیای درون شماست. غیر قابل نقض است. هرگز نمی‌توانید برای مدتی طولانی چیزی را در دنیای بیرون به دست آورده و حفظ کنید، مگر اینکه در درون برای آن آمادگی داشته و به دستش آورید. حتما شنیده اید که برای رسیدن به موفقیت باید ملزوماتش را دارا باشید. بسیار خوب. ابتدا باید در درون خود خواستار هدفتان باشید تا بتوانید آن را به دست آورید. برای تغییر دادن دنیای بیرون باید دنیای درون خود را تغییر دهید. گوته میگوید برای بیشتر داشتن باید بیشتر تلاش کنید. به عبارت دیگر، برای داشتن یک زندگی متفاوت در هر حوزه‌ای باید فردی متفاوت باشید. باید یاد بگیرید، رشد کنید و تجربیاتی را که تحمل و بینش رسیدن به یک زندگی برتر را به شما می‌دهد به دست آورید و هیچ راه میانبری نیز در کار نیست. این مسئله تداعی کننده استعاره‌ای از موفقیت در ذهن من است که آن را در اختیار هزاران نفر در سراسر دنیا و در طی سالها قرار دادم. پس از توضیح دادن این استعاره، تمام افراد موفقی که تاکنون دیدم گفتند این دقیقاً دلیل موفقیت امروز من است. زندگی یک سفر است. در طی سالها بارها و بارها به نقاط مختلفی از جهان سفر کردم. یک روز به حقیقتی قابل توجه و ارزشمند رسیدم. وقتی با یک هواپیما به سوی هر مقصدی سفر می کنید، 99% اوقات از مسیر خود خارج می شوید. به خاطر شرایط اجتناب ناپذیری مانند جریان و سرعت باد، اختلافات جوی، طوفان، رعد و برق، مغناطیس زمین و هواپیما در طی سفر از مسیر اصلی خود خارج می شود. برای مثال، وقتی هواپیما از لس آنجلس به سمت نیویورک پرواز می کند، خلبان با بلندگو می گوید: خانم‌ها آقایان، از اینکه این خطوط هوایی را برای پرواز انتخاب کرده تشکر می کنم. پرواز امروز ما حدود 5 ساعت و 12 دقیقه طول خواهد کشید و ساعت 20 دقیقه به 6 بعد از ظهر در فرودگاه لاگاردیا به زمین می نشینیم. پرواز خوبی داشته باشید. همانطور که پیش بینی شده بود، دقیقاً 5 ساعت و 12 دقیقه دیگر هواپیما در فرودگاه لاگاردیا به زمین می نشیند. نکته این است: در زندگی اغلب از مسیر خود خارج می شوید. اگر دقت لازم را به طراحی و سازماندهی نداشته باشید، زندگیتان مجموعی متشکل از 2 قدم به جلو و 1 قدم به عقب خواهد بود. از زمان آغاز سفر زندگی به سوی مقصد مجبور خواهید شد دست به اصلاحات مداوم بزنید. باید سفر خود را آغاز کرده متوقف شوید، به چپ و راست بروید. از زیر یا روی موانع عبور نمایید و اغلب رد قدم‌هایتان را مجدداً در گذشته دنبال کنید. این موارد تجربیات ضروری و بنیادی هستند که برای تبدیل شدن به فردی با موفقیت‌های پایدار به آنها نیاز دارید. به یک برنامه پرواز نیاز دارید. زمانی فرد اندیشمندی به من گفت: موفقیت هدف است. سایر چیزها حواشی هستند. برای رسیدن به بهترین ها نیازمند اهداف، برنامه‌ها و طرح‌های مشخصی هستید که شما را از شخصیت کنونی خود به آنچه که می‌خواهید در آینده باشید برساند.
به یک برنامه پرواز احتیاج دارید که پیش از آغاز کار و استفاده از آن در طول سفر باید آماده‌اش کنید. سپس باید جرأت بلند شدن و شروع کردن پرواز را داشته باشید و بدون هیچ تضمینی برای موفقیت قدم در راه سرنوشت بگذارید. در سفرتان باید آماده اصلاحات تدریجی و پی در پی باشید و به ویژه باید از قبل تصمیم گرفته باشید که تا زمان رسیدن به هدف و مقصد به راه خود ادامه خواهید داد. راز اصلی در عمل کرد. پیچیده‌ترین موشک‌های هدایت شونده که بدون خطا به سوی مقصد و هدف پرواز می‌کنند، ابتدا باید به هوا پرتاب شوند تا بتوان آن را هدایت کرد. همچنین قبل از اینکه بتوانید از تمام قدرت و توانایی‌های قابل توجه خود استفاده نمایید، باید حرکت کنید. میبایست اولین گام را بردارید. باید عمل کنید. باید بر ترس از شکست و ناامیدی غلبه نمایید. باید از محیط آسایش و راحتی خود به محیط زحمت و سختی بروید. راز اصلی موفقیت این است که بدانید زندگی مانند یک سفر هوایی طولانی است. ابتدا باید تصمیم بگیریم به کجا می‌خواهید بروید و سپس با هواپیما به سوی هدف و مقصد پرواز کنید. باید از قبل بدانید که 99% مواقع از مسیر خارج خواهید شد و زمانی که کارتان را آغاز کردید باید آماده انجام اصلاحات مداوم باشید تا به مقصد برسید. پرواز را آغاز کنید. 12 مرحله وجود دارد که اگر آنها را در پیش بگیرید سفری سالمتر و شادتر از هر سفر دیگری خواهید داشت. با پیروی از این مراحل می توانید کنترل کامل زندگیتان را به دست گرفته و تمام قدرت ذهنی خود را فعال کنید و به فردی تبدیل شوید که می خواهید باشید و احتمال اینکه طبق برنامه به مقصد برسید افزایش می یابد. حال با این مراحل آشنا می شوید. من ابتدا نتیجه گیری رو برای شما می خونم و سپس بحث‌ها رو شروع می کنم. موفقیت تصادفی نیست. صبر نکنید. هرگز زمان مناسب نخواهد آمد. از همین جایی که هستی شروع کنید. با هر ابزاری که دارید کار کنید. وقتی ادامه بدهید ابزارهای بهتری خواهید یافت. ناپلئون هیل. میگویند عقل ضروری است. بنابراین عاقل باشید و سعی کنید همه چیز را درک نمایید. طی سالها کسب درایت و خرد مهمترین خواسته بشر تلقی شده است. مردان و زنانی که آنها را تحسین می‌کنیم افرادی هستند که در جریان زندگی خود به درایت و فراست رسیدند. در زندگی روزمره به دنبال افرادی هستیم که از درایت برخوردار باشند و طبق تجربیاتشان ما را راهنمایی کنند و در مشکلات کمکمان باشند تا زودتر به هدفمان برسیم. ارسطو می‌نویسد خرد معیاری از تجربه و تفکر است. برای افزایش درایت خود ابتدا باید تجربه داشته باشید و سپس به تجربیاتتان فکر کنید و ایده ها، بینش و دانشی را از دل آنها بیرون بکشید. فردی که خواهید شد. بیشتر افراد در رویای ثروت و رسیدن به استقلال مالی هستند. تقریبا همه دوست دارند میلیونر شوند و این رویا زمانی دست یافتنی است که برای رسیدن به آن تلاش کافی داشته باشیم. اما مهمترین نکته در رسیدن به این هدف این است که باید به فردی تبدیل شوید که قبلا نبوده اید. باید توانایی‌ها و ویژگی‌هایی که هرگز نداشته اید در خود ایجاد کنید. باید مهارت‌هایی را بیاموزید که قبلا با آنها آشنایی نداشته اید. برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ باید انسان بزرگی باشید. برای موفق شدن باید موفقیت را تعریف کرده و به فردی تبدیل شوید که در قلب و ذهنش موفق است. منش همه چیز است. وقتی با افرادی صحبت می‌کنیم که تحسینشان می‌نماییم، وقتی چیزی درباره‌شان می‌شنویم، به ندرت به مسائل مادی توجه داریم. این افراد کسانی هستند که در نتیجه تجربیات و کارها و منش و شخصیتی که داشتند استثنایی شدند. هدف بزرگ شما در زندگی رسیدن به حداکثر توانایی هاست که در اختیار دارید. هدفتان این است که انسانی استثنایی شوید و به منش و صلاحیت و خرد فوق‌العاده‌ای دست یابید.
مسئولیت شما در قبال خودتان این است که در زندگی کارهای عالی بکنید و تفاوتی در دنیا ایجاد کنید. این راز موفقیت است. موفقیت حقیقی در هر زمینه‌ای نتیجه صدها و شاید هزاران کار کوچک و بزرگ است که انجام داده و یا نمی‌دهید. اوگ ماندینو زمانی به من گفت راز مهم موفقیت این است که رازی در کار نیست. موفقیت حاصل دیدگاه‌ها و اصولی است که بارها و بارها کشف شده‌اند. 3 کار مهم برای رسیدن به موفقیت باید انجام دهید. 1. دقیقاً مشخص کنید که چه می‌خواهید و بعد برای رسیدن به خواسته خود برنامه‌ریزی کنید. در خصوص مقصدتان تصمیم بگیرید. 2. اقدامی کنید به سوی هدف حرکت کنید. ایمان داشته باشید. گام اول را بدون هیچ تضمینی برای موفقیت بردارید. سفرتان را آغاز کنید. 3. پیوسته آماده اصلاح مسیر خود در هر ساعت و هر روز باشید تا به مقصد برسید. همیشه منتظر بروز مشکلات، شکست‌ها، بحران‌ها و ناملایمات اجتناب ناپذیر باشید. از آنجایی که نمی‌توانید از آنها دوری کنید، باید واکنشی مؤثر در برابرشان داشته باشید. همین حالا تصمیم بگیرید که هدفتان چیست. سفر را شروع کرده و مسیر را اصلاح کنید تا به آنچه می‌خواهید برسید. با توجه به اینکه خیلی زمان نداریم، من فصل‌ها رو تیتروار برای شما میخونم و اگر شما از نثر و روایت این کتاب خوشتون اومد، حتما برای خودتون تهیه کنید و به صورت کامل مطالعه کنید. فصل اول، مقصدتان را انتخاب کنید. در ابتدای هر فصل هم جمله قصار هستش از بزرگان کسب و کار و موفقیت که من برای شما میخونم. نظم از مهمترین ویژگی‌های افراد موفق است. نبوغ یعنی هنر تحمل رنج‌های بی‌پایان. تمام دستاوردهای بزرگ با دقت زیاد و کوشش بی‌پایان به دست آمدند. آلبرت هابارد، نویسنده و هنرمند امریکایی. اما فصل اول وقتی مقصد رو انتخاب می‌کنید میگه دیدگاه فراوانی داشته باشید. مقصد را روی نقشه مشخص کنید. شغل و درآمد ایدئال خودتون رو، توانایی‌ها و استعدادهای طبیعی خودتون رو و زندگی شخصی ایدئال خودتون رو و هیچ محدودیتی را هم متصور نشوید. استقلال مالی و تفکر بازگشت از آینده. 4 تکنیک قدرتمند: 1 بیان کردن، 2 تجسم کردن، 3 احساس کردن، 4 توجیه کردن. هدف را باورپذیر کنید. قبل از دویدن راه بروید. مسئله شایستگی، ایجاد ارزش برای دیگران، شیوه تبادل داوطلبانه و قدرت کمک کردن. اما میریم سراغ فصل دوم. ابتدا جمله رو برای شما میخونم. مهمترین کار ما این نیست که ببینیم از دور چه چیزهای مبهمی دیده می شود، بلکه کار ما استفاده از چیزهایی است که نزدیک ما هستند. توماس کارلایل، نویسنده اسکاتلندی. فصل 2. گزینه‌های پرواز خود را بازبینی کنید. همواره بر تعداد گزینه‌هایتان بیفزایید. گزینه‌های خود را افزایش دهید. گزینه‌های خوب و تصمیمات بهتر. بالاترین و بهترین نوع استفاده از زمان را مشخص کنید. تسلیم نشوید. به دنبال خواسته‌هایتان باشید. تور بزرگی بیاندازید. مشاور خود باشید. اساس ثروت را مشخص کنید. 1 فهرست تهیه کنید. امید یک استراتژی نیست. توانایی فکر کردن داشته باشید. فصل 3. تنها از طریق طرحی میتوانیم به اهدافمان برسیم که به آن ایمان داشته و دقیقاً بر اساس آن عمل کنیم. هیچ راه دیگری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. استفن ای برنن. فصل 3. طرح پروازتان را بنویسید. هم به 1 معیار و هم به 1 روش نیاز دارید. تعیین هدف به روشی ساده. فرمول موفقیت تضمین شده. مرحله اول از روش 10 هدف استفاده کنید. مرحله دوم مهمترین هدف خود را انتخاب کنید. مرحله سوم 1 طرح ایجاد کنید.
مرحله چهارم، در مورد هدفتان ذهن انگیزی کنید. اقدام کنید. باز هم بازگشت از آینده. تمرین. برنامه پرواز خود را بنویسید. فصل چهارم. آیا مصمم هستید؟ این لحظه را از دست ندهید. جرأت و جسارت دارای قدرت و جادو است. کافی است دست به کار شوید تا ذهنتان گرم شود. شروع کنید و بدانید که کار انجام می شود. یوهان ولفگانگ گوته. فصل چهار. آماده سفر شوید. مراقب بدترین اتفاق باشید. برای هر حادثه‌ای برنامه ریزی کنید. اگر لازم است زود حرکت کنید. مشکلات کوچک می توانند شما را از مسیر خارج کنند. منفعل نباشید. فهرستی تهیه کنید. راه‌های تدارک و آمادگی. برنامه دومی را هم تهیه کنید. برنامه ریزی کنید و از قبل آماده شوید. فصل پنجم. وقتی اعتماد به نفس، تضمین و اطمینان خاطری در کار نباشد، شجاعت نیز وجود نخواهد داشت. نیمی از کار زمانی انجام گرفته که بدانیم از عهده آن برمی‌آییم. اوریسون سود ماردن. فصل 5. با تمام نیرو حرکت کنید. قدم اول را بردارید. مهمترین عامل شجاعت است. تا جایی که می توانید ببینید پیش بروید. تلاش برای رسیدن به تعالی. هرچه بیشتر بگذارید بیشتر دریافت می کنید. تمام ساعات کاری مشغول کار باشید. فصل 6. اگر از من بپرسند مفیدترین توصیه برای بشریت چیست؟ میگویم مشکلات را بخش غیر قابل اجتناب از زندگی بدانید. و وقتی مشکلی پیش می آید سرتان را بالا بگیرید و در چشمانش نگاه کنید و بگویید من از تو بزرگترم. تو نمی توانی مرا شکست دهی. آن لندرز، روزنامه‌نگار امریکایی. فصل 6. برنامه‌ریزی برای مقابله با اختلال. واکنش‌های خود را کنترل کنید. مشکلات با قلمرو ارتباط دارند. به راه حل‌ها بیاندیشید. سوال کنید. مسئولیت پذیر باشید. زبان خود را تغییر دهید. نیروهای ذهنی خود را رها کنید. پرواز به درون بادهای مخالف داشته باشید. انواع بادهای مخالف را بشناسید. بادهای مخالف مالی، باد مخالف شخصی. تعجب نکنید. فصل 7. دیر یا زود بحرانی در کار ما بروز می‌کند و نحوه مقابله ما با آن خوشبختی و موفقیت آتیمان را تعیین می‌کند. از ازل هر نوع حیاتی با بحران‌هایی روبرو بوده است. رابرت کولیر، نویسنده کتاب‌های متافیزیکی. فصل 7. اصلاحات مداوم انجام دهید. توانایی‌های رهبری. مهمترین ویژگی رهبری. زندگی مجموعه‌ای از آزمون‌هاست. نحوه عملکرد رهبران در بحران. واقعیت‌ها را جمع‌آوری کنید. مهمترین کار. از قبل فکر کنید. کلید پیروزی. اصلاح مسیر. در برابر جذبه منطقه امن و راحت مقاومت نمایید. تغییر پایدارترین عامل است. کنترل ذهن خود را به دست بگیرید. چگونه انعطاف پذیر باشیم؟ آزادی انتخاب داشته باشید. فصل 8. تنها با دل میتوان به درستی دید. آنچه ضروری است از نظر ناپیداست. آنتوان سنت اگزوپری. فصل 8. یادگیری و پیشرفت خود را شتاب بخشید. دارایی‌های ناملموس شما. پردرآمدترین هوش‌ها. پدال گاز را فشار دهید. درس‌هایی را که یاد می‌گیرید بنویسید. رسیدن به تعالی شخصی. دارایی‌های عقلی خود را شکل دهید. دانش درونی خود را شکل دهید. توانایی کسب نتیجه را در خود ایجاد کنید. کارایی و بهره‌وری. شانس به سراغ ذهن‌های آماده می‌رود. 10% برتر در حوزه کاری شما.
همه از پایین شروع می کنند. دستیابی به مهارت. زمان به هر صورت می گذرد. خود را در مسیر هر کس سریع قرار دهید. فصل 9. ذهن فراهوشیار خود را فعال کنید. معجزه چیزی بیشتر و کمتر از این نیست. هر کس که هویت واقعی خود و یگانگیش در درایت و قدرت عالم پی ببرد، ممکن است قوانینی برتر از آنچه که یک ذهن معمولی درک می کند بر وی آشکار شود. رالف والدو ترین. ذهن هوشیار خود را فعال کنید. فصل 9. ذهن فراهوشیار، بزرگترین قدرت شما چیست؟ به فرمان دقیق و شفاف نیاز دارید. خود به خود و پیوسته کار می کند. ذهن فراهوشیار به موفقیت و خوشبختی شما کمک می کند. برای اقدامات فوری آماده باشید. فعال کردن ذهن فراهوشیار. راه حل فراهوشیار. قانون بزرگ. فصل 10. بعضی‌ها در حالی که تقریباً به هدفشان رسیدن دست از تلاش می‌کشند و برخی بر این باورند که اگر در پایان کار تلاششان را دوچندان کنند به موفقیت می‌رسند. هرودوت، مورخ یونانی. فصل 10. از میانبرها و دیگر سراها اجتناب کنید. چیزی در ازای هیچ. آماده پرداختن بها باشید. 4 توصیه برای پرواز. با حقیقت روبرو شوید. چشمانداز مناسبی ایجاد کنید. صادق باشید و صراحت نشان دهید. از متخصصان راهنمایی بگیرید. فصل 11. شجاعت مقاومت در برابر ترس است، نه اینکه ترسی در بین نیست. باید بر این هراس غلبه کرد. مارک تواین. فصل 11. بر ترس خود مسلط شوید. خصلت شجاعت را در خود ایجاد کنید. هرچه بیشتر بدانید کمتر می‌ترسید. ترس‌های خود را تحلیل کنید. فهرستی تهیه کنید. ترس‌هایتان را منطقی بررسی کنید. سوالات اساسی بپرسید. ویژگی شجاعت را تمرین کنید. آینده متعلق به کسی است که ریسک کند. رشد شجاعت. فصل 12. تصمیم بگیرید که یکی از بهترین ها شوید. اگر در حوزه کاری خود در ردیف بهترین ها قرار گیرید، پول کافی نیز به دست خواهید آورد. دانچی میچل، سخنران و نویسنده. فصل 12. تا موفقیت مداومت به خرج دهید. مداومت نظم شخصی در عمل است. مداومت نشان موفقیت است. هرگز تسلیم نشوید. پیوسته به حرکت خود ادامه دهید. مداومت بزرگترین سرمایه شماست. ناامیدی اجتناب ناپذیر است. مشکلات ما را امتحان می کند. موفقیت همیشه در یک قدمی شکست است. تسلیم نشو. وقتی مشکلی روی می دهد، اتفاقی که گهگاه می افتد، وقتی جاده سربالایی است، وقتی پول اندک و بدهی زیاد است، وقتی می خواهی لبخند بزنی اما مجبوری آه بکشی، وقتی تحت فشار شرایطی نفسی تازه کن اما تسلیم نشو. زندگی پر از فراز و نشیب است. همه می‌دانیم و لمسش می‌کنیم. بارها شکست می‌خوریم و زمانی که باید تلاش کنیم دست از کار می‌کشیم. تسلیم نشو اگر پیشرفت کند است. موفقیت شاید در یک قدمی است. در برابر شدیدترین ضربات به نبرد ادامه بده. در بدترین شرایط است که نباید تسلیم شوید. و اینطور شد که ما کل کتاب رو تونستم برای شما مرور کنم. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و اگر خوشتون اومد تهیه کنید و به صورت کاملترش رو مطالعه کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.